آخر حماقت. ولی بدانید اولین محکمه ای که در قیامت برپا می شود محکمه رسیدگی به مظلومیت امیرالمؤمنین و شکایت اولین مظلوم عالم هست که در زیارتنامه‌اش می‌خوانیم السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حقه. جناب آیت الله، حماقت هم حدی داره. چنان میگویید علی اولین مظلوم عالم بوده که گویی نه قابیلی بوده که هابیل را بکشد و نه نوحی بوده بگوید انی مظلوم فانتصر و نه هودی بوده که قوم عاد در حق وی ستم دارند و به وی تهمت سفاهت و نادانی بزنند و نه صالحی بوده که قومش شتر الهی را بکشند و نه ابراهیمی بوده که نمرود وی را در آتش افکند و نه لوطی بوده که قومش قصد تجاوز به مهمانانش کنند و نه موسایی بوده که فرعون در حق وی و قومش ستم روا دارد و نه عیسایی بوده که به مادرش بدترین تهمتها را بزنند و خودش را خدا بدانند و نه محمدی بوده که دندان مبارکش در جهاد بشکند و پیشانی مبارکش خونالود شود و در شهر طائف کودکان را فرمان دهند که به سوی وی سنگ پرت کنند. جناب آیت الله، اینها همه ظلم نبود و لابد نوح علیه السلام وقتی می گفت بار الها من ستم دیده هستم پس مرا یاری رسان، لابد مظلوم نمایی می کرده مثل آقایون. و اینکه اولین محکمه الهی محکمه رسیدگی به مظلومیت علی است، حماقتی است از حماقت اول خنده‌دارتر، چرا که گویی نه محکمه‌ای وجود داره که به حق خود الله عزوجل پیرامون توحید برسد و نه فرعونی بوده که ادعای ربوبیت کند و نه بت پرستانی بودند که پیامبران را آزار می‌دادند و نه بنی اسرائیلی بودند که پیامبرانشان را می‌کشتند. جناب آیت الله، در دین اسلام کتابی هست به نام قرآن که از جانب الله توسط جبرئیل امین بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و ما به شما توصیه می کنیم اندکی به آن مراجعه فرمایید.